آلبوم گوهر نایاب با صدای عباس مشهور به مار سفید در نخستین کار هنری خود به زودی در سراسر جهان. سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدین به چنل تیک مدیا. امروز میخوام 0 تا 100 یکی از گمنام‌ترین، با استعدادترین و بزرگترین هنرمندای این مملکت عباس خان مارسفید رو بررسی کنم. بریم سر اصل کلیپ ببینیم عباس چی برا گفتن داشت. یه ملودی اینا برا عباس زدن، یعنی کل آلبوم گوهر نایاب و اینا با یه ملودی هستن. هیچ جلوه ویژه‌ای نداره، فکر کنید اینجا مثلا میکروفون رو میگیره جلوه ویژه است. نه، تمام هنرمندی خالص عباسه. حتی یه تیون ساده روی صدای عباس نذاشتن. صدا کاملا صدا مخملی خود مارسفیده. این حرکت که از بالا قرو میگیره 2-3 دور تو کمر مارگونه میچرخونه با پا میده بیرون، این سیگنیچر موو یا در واقع امضای کار مارسفیده. یعنی مارسفید چون در واقع اون انعطاف مارگونه بالایی داره، از بالا قرو میگیره 2-3 دور میچرخونه، همون قرو میده بیرون. اینجا آدم رد میشه از وسط زمین بابا، از جلو دوربین. یعنی اینقدر برای عباس اهمیت قائل نیستن که این یه تیکه رو ادیت کنن دوباره بگیرن. یعنی عباس مارسفید صبح رفته سر صحنه 4-5 تا کلیپ با هم ضبط کردن اومدن. یعنی خوندنش هم من حس میکنم تو میکروفون همونجا سر کلیپ داره میخونه، یعنی استدیویی ضبط نشده. حتی با این حال قدرت صدای مارسفید رو ما جلوتر میتونیم ببینیم که مارسفید بدون هیچ امکاناتی، بدون حتی یه تیون ساده، چقدر قشنگ میخونه مار. اینه مارسفید، اینه هنرمند واقعی. بکر عشق درم را باردون، بکر عشق درم را باردون، حکمم حکم جزا، حکم باردار بود، حکمم حکم جزا، حکم باردار بود، باردار بود، باردار بود، باردار بود، باردار بود. بیرون این ملودی یعنی کل کلیپ گوهر نایاب و اینا برای عباس و همین یه ملودی بستن. یعنی این یه ملودی رو زدن، کل کلیپ و کل آلبوم با همین یه ملودی جمع کردن. شاه از وقت قدم روز جزا آماده بود، شاه از وقت قدم روز جزا آماده بود. چقدر بدشانس بود عباس مارسفید که شاه از بخت بعدش روز جزا آماده بود. به دستوش به فرمان شاه، فرمان شاه، به دستوش به فرمان شاه، که چه کردی که چه شد که سر از رفت بردار، که چه کردی که چه شد که سر از رفت بردار. وای بر سر، وای بردار، وای بردار، وای بر سر، وای بر دل، وای بر سر، وای بردار، وای بر سر. عباس یه جوریه که شما نتونی شعرشو نه حفظ کنی نه پیش بینی کنی. آدم عادی باشه میگه وای بر دل، وای بر سر، وای بر دل، وای بر سر. عباس چیکار میکنه؟ میگه وای بر دل، وای بر سر، وای بر سر،
وای بر دل. یه جوریه که شما نتونی پیش بینی کنی که مارسفید حرکت بعدیش چیه. اینجا دوباره یه نفر از جلو دوربین رد میشه. بابا 5 دقیقه عباس بذار کلیپشو ضبط کن. داستان این بود شاه کسی، من نوکر، من جاسر، من مفلس، من مفلس. داستان این بود شاه کسی، من نوکر، من جاسر، من مفلس، من مفلس. داستان این بود شاه کبیر، من نوکر، من چاکر، من مفلس، من مخلص. و الان 2 بار اینو تکرار کرد. ما الان منتظریم که داستانو بگه به شاه کبیر دیگه. سخن از عشق و صفا کردم، من شاه کبیر که سرم را بردار. سخن از عشق و صفا کردم، من شاه کبیر که سرم را بردار. وای بردار، وای بردار، وای بردار، وای بردار. وای بر سر، وای بردار، وای بردار، وای بر سر. دقیقاً جوریه که شما نتونی پیش بینی کنی که مارسفید چی میخواد بگه. دلکی دارم و دارد 2 سرین دلبر. دلکی دارم و دارد 2 سرین دلبر. خب الان چی شد؟ قرار بود شاه کبیر و جلاد و من چاکر، من مفلس، من مخلص مجازاتت کنن. چرا سعی رفتی تو دلکی داری و دارد 2 سرین دلبر؟ الان چی شد؟ داستان مجازات مارسفید چی شد؟ 2-3 تا تئوری مطرحه اینجا. تئوری اصلی اینه که آقا اصلا ما رو که نمیتونی اعدام کنی، ما رو بندازی گردنی نداره، توی یه تیکست دیگه در میره. بعد فلس داره، این فلساش نرم نمیشه، چیز تنابدار بهش گیر نمیکنه. احتمالا مارسفید اینجوری از زیر دست جلاد در رفته بوده. دلکی دارم و دارد 2 سرین دلبر. وای به روزم که رود در مغرب حرفی نیست. وای به روزم که رود در مغرب حرفی نیست. وای به روزم که رود در مغرب. به جارو دارم و لنگه کف من بر سر. وای به روزم که رود بر مغرب حرفی نیست. این که هیچ، اگه روزی برود بر مغرب که حرفی نیست، اون که اصلا هیچ. دوباره وای به روزی که رود بر مغرب بازم حرفی نیست. چوب جادو دارم و لنگه در من بر سر. عباس یا مارسفید چی میگی؟ چوب جارو دارم و لنگه کف من بر سر. وای بر سر، وای بر سر، وای بر سر، وای بر سر. اینجا نقطه اوج داستانا که کلن وایش فقط بر سره. وای بر سر، وای بر سر، وای بر سر، وای بر سر. این بیرون پایی که میزنه من یاد یکی از گلای خیلی معروف میندازه. دو شب هست که دارم میکشم من سردر. 2 شب هست که دارم میکشم من سردر. 2 شب هست که دارم میکشم من دلدر. یکیشون درد سره، یکیشون درد دل. وای بر سر، وای بر دل، وای بر کشیدش تو ول کرد. این بیرون پایه ها، این بیرون پایه که من میگم آقا این حرکت امضای کار مارسفید این بیرون پاشه. این بیرون پا دوباره برگشت سر داستان دار. چقدر قشنگ وایساد، چقدر قشنگ وایساد عباس. آدم کیف میکنه. یعنی این استایل و جور که الان
میگن شنیده ها حاکی از اینه که مجسمه آزادی آمریکا از استایل مارسفید کپی برداری شده. امیدوارم که لذت برده باشید از این آهنگ عرفانی مفهومی ماری از بزرگمرد تاریخ مارسفید. ممنون که منو همراهی کردید. تا یه ویدیو دیگه، خداحافظ.